فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این است که آیا نماز سنت قبلیه در مسجد تحیت المسجد محسوب می شود یا جداگانه خوانده شود؟ بفرمایید. اینجا سوال برادر ما از یعنی یک چیزی هست که تحیت المسجد اصلا بله. تحیت المسجد نماز سنت قبل از نماز فرض که سنت های رواتب گفته می شوند کفایت میکند از تحیت المسجد یا نه؟ در اصل تحیت المسجد و نمازهایی که مقید به وقت هستند یا که به سبب چیزی دیگری که در عین حال ادا می شود از اونها کفایت میکند. مثلا تحیت المسجد مثلا کسی میره و در نماز فرض شامل می شود دیگر لازم نیست که جداگانه تحیت المسجد بخواند. اصلا نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده کسی که وارد مسجد می شود قبل از اینکه 2 رکعت نماز بخواند نباید جای خود بنشیند، چون مسجد جای سجده و نماز هست. خب باید وارد شدی احترامی داشته باشی و چیزی از سجده باید داشته باشی. این یکی از چیزهای تا وقتی که سنت های قبلی نماز ادا می شود یا سنت بعدی بعد از ورود کسی بیرون می شود باز وارد می شود یا نماز فرضی ادا می شود در مانند نماز عصر کفایت می کند از تحیت المسجد. بله. و مخصوصا در نماز بامداد در نماز صبح که در اونجا ادای نوافل اضافی افزود بر سنت 2 رکعت سنت نماز فجر. بله. نماز صبح در نبی اکرم صلی الله علیه و آله را ممنوع قرار داده، یعنی اونجا هر چی بیشتر کوشش کرد که به امو 2 رکعت نماز فجر اکتفا شود از تحیت المسجد. اما اگر کسی که نماز سنت خود در مسجد خوانده بود و رفت جماعت به تأخیر برگزار شد میتواند که نمازی به عنوان تحیت المسجد 2 رکعت ادا کند. بله. این در کل میتونه وقتی که وارد شد و سنتی نیست یا نماز نیست خودش به عنوان تحیت المسجد 2 رکعت بخونه دیگه. اونجا که باید وجود داره، یعنی اونجا که باید بخواند. بله. مگر اینکه در اوقات کراهتی بسیار شدید بوده باشد. بله. مانند وقتی طلوع آفتاب که 5 دقیقه 10 دقیقه باید صبر کنند. بله. وقتی در وقت زوال بله. که آفتاب در چاشت روز بوده باشد و وقتی غروب آفتاب عینی وقتی غروب آفتاب که مدت 10 دقیقه اینجا هست باید صبر کند. در غیر او در دیگر حالات سنت وجود داره. سنت تحیت المسجد به هر شکلی هست باید ادا کند. بله.